ما 3 تا تایپ ژنتیکی داریم: آکتومورفی و مزومورفی و اندومورفی. آکتومورفیا بنده خدا مثل خود بنده، اینا لاغرن، به سختی وزن اضافه میکنن، سایز گرفتن سخته براشون، زود وزن کم میکنن، هرچی غذا میخورن بدنشون چربی نمیگیره. از یه جورایی خوش به حالشونه، از یه جورایی نه. مثلا چون وزن میخوان بگیرن، وزن گرفتن براشون سخته، ولی اگه وزن گرفتن خواستن کات کنن، خواستن خوش بکنن، خیلی راحت خوش میکنن. مزومورفی و اندومورفی بنده خدا چاق میشه، سایز میگیره. اندومورفی مثلا سایز میگیره ولی مثلا وزن کم کردن براش سخته. اون یکی نه، اون یکی هم خوب میتونه سایز بگیره، وزن بگیره، هم میتونه کم کنه. اینا تایپ ها، اینا مدل های غذاهاشون با هم دیگه خیلی فرق میکنه. مثلا آکتومورفی ها میگن آقا برنامه‌شون آزاده، یعنی هر چی دلت میخواد بخور، زیاد دو قید بند اینو نخورن اون نخورن نیست. ولی اونای دیگه نه، به محضی که یه چیزی مثلا خارج برنامه میخورن یا یه چیزی که مثلا شکر داشته باشه، کاربش بالا باشه، کالریش بالا باشه، سریع چاق میشن، وزن میگیرن. حتی بعضیا هستن من دیدم طرف آب میخوره، یه لیوان آب میخوره چربی میاره، وزن میگیره. اینا فرق میکنه برنامه غذاییشون. این دوتای دیگه برنامه غذا و وضعیتشون چجوریه به طور خلاصه. خب کالری باید خیلی کم بگیرن، کاربشون باید خیلی پایین باشه. چیت میل اصطلاحاً این جمله کلمه رو حتما خیلی ها شنیدن، چیت میل یعنی یه وعده آزاد. اینا زیاد چیت میل ندارن. اونایی که مثلا چربیای بدنشون اگه دقت کرده باشی خیلی آبکیه، خیلی شله، اونا خیلی سخت آب میشه. اونایی که بدنشون چربیاشون سفتره راحت‌تر آب میشه. برنامه غذایی اینا خیلی خشکه. الان هم مزومورف هم اندومورف، اینا کالریشون باید کم باشه. تقریبا نه کاملا ولی تقریبا. چرا؟ به خاطر که هر دوتاشون استعداد وزنگیری و سایزگیریشون بالاست. پس هر دوتای اینا باید کالریاشون پایین باشه، کاربشون پایین باشه، کلا باید غذاهاشون خشک باشه، خیلی رعایت کنن، نمک نخورن، اینو نخورن، نون نخورن، خیلی باید رعایت بکنن. ولی آکتومورفی اینجوری نیست، آزاده، هر چی بخواد میتونه بخوره، ولی از اون ور به درش در میاد تا وزن اضافه کنه. مثل خود من خیلی لاغر بودم، عکس این 3 گروه بدنی رو آخر این ویدیو میذارم، ببینید عضو بخش کدوم از اینا هستی شما. اگه سوال چیز داشتیم ازم بپرسید جواب بدم. فیت باشید، شکر هم نخورید.